آفرین جان آفرینی پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما معاون رئیس شورای علمای دین ولایت استاد خواجه میر استاد خوش آمدید میگم. ما با استاد دوامی چند مدت است که واقعا برنامه ها را اطراف موضوع های گوناگون، موضوع هایی که بیشتر در پایه اخلاق، در شناخت دین، در شناخت اسلام روانه شده است تهیه میکنیم تا جامعه امروزی ما از این معنویات بهره ور باشند و توانیم که در معرفی ارزش های بلند دینی و علمی و اخلاقی کار سازمان داده باشیم. این نوبت ما با همراه استاد تصمیم گرفتیم در موضوع صبر صحبت کرده باشیم. استاد وقتی همین موضوع رو انتخاب کردیم من فکر کردم تا فرصتی آمادگی یک بیتی به خاطرم اومد که هنوز از زمان کرسی مکتب خوانی صنف‌های 10 بودیم یا 9 و فن زبان و ادبیات که بیشتر رغبت داشتیم. استادمان همین بیت را برای ما نویساندن و آن را حفظ کردیم. هر که در غم صبر کرد ایوب میدانیم ما، خوب به هجران کرده را یعقوب میدانیم ما. و اگر به قصه پیامبران نظر کنیم حتی در حالت بیماری که بدن حضرت ایوب کرم گرفته بود اما کرم ها را از بدن دور نمی کردند که آن هم غذا دارد و از این غذا محروم نکند اما عذاب را به خودشان در عذاب صبر میکردند. یا همون قصه حضرت یوسف که یعقوب پدر حضرت یوسف در هجر فرزند خود چشمانش عاجز می شود و در هجران فرزند خو میگیرد، مراسا میکند، صبر میکند و هر دو گویم مصرع تلقی میکند به صبر و شکیبایی. استاد اسلام و قرآن در این مسئله چی میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا خداوند در قرآن عظیم شان بعضی قصه ها را برای عبرت گرفتن بندگانش ذکر میکند. از آن جمله قصه حضرت ایوب علیه السلام و حضرت یعقوب که خداوند در قرآن اینها را ذکر میکند. ذکر کردن قصه های قرآن برای عبرت گرفتن عمل کنندگان به قرآن است. بله. از برای همینم بعد از ذکر کردن قرآن قصه های عبرت آمیز را میگوید که لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون. در آیات هایی که حضرت ایوب علیه السلام یا که حضرت یعقوب علیه السلام قصه هاشون صابری هاشون ذکر میکند، این چنین بندگان خدا آگاه میکند که بینید که با چنین عظمت و چنین بزرگی یا که حضرت ذوالنون در بطن ماهی و یک قسم چند سال در بطن ماهی در یونس علیه السلام که از دو نون دارن، ذوالنونشون هم میگن هم یونسشون هم میگویند. قصه حضرت ذوالنون در حدیث پیغمبر آمده است که پیغمبر خدا میگن برادرم ذوالنون در بطن ماهی در تاریکی شب و در تاریکی دریا اگر یک دعایی که بود همین دعا را نمیگفت نجات نمیداد. از این قصه ها میگوید که خداوند که بندگان به صبر باشند، به تمکین باشند. چی دوره که ما به قصه های قرآنی که ذکر کرده نگاه میکنیم، صبر اصلا چی است؟ صبر چی دوره که گفتیم از زبان عربی هم معنای لغوی دارد هم معنای اصطلاحی دارد. معنای لغویش همین که حبس نفسی، یعنی نگاه داشتن نفس در همه حالت بازداشت. چون که در یک بعضی وقتها بعضی چیزها پیدا می شود اگر انسان خودداری نکند بسیار چیزها واقعه ها شدنش ممکن. دویمش همین که در اصطلاح هم میگن که فهو حبس النفس علی ما تقضی الشرع والعقل، یعنی نگاه داشتن نفس طبق تقاضای شرع و شریعت و عقل انسان. چون که بهترین نعمتی که انسان برای خدا داده است این عقل است. وقتی که در سری و یک مصیبت شد اگر عقلش کار نفرماید، اگر از روی عقلش و تقاضای شریعت اگر وی عمل کرده صبر نکند بسیار به فلاکت ها دچار می شود.
این معنای لغوی و اصطلاحی صبر است، کوتاه هم باشد. اکنون نگاه اسلام، وقتی که ما با آیات‌های قرآن نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی بندگان صابرش در قرآن توصیف میکند، صفت میکند و چندین مکافات های برای وی وعده کرده است. یکم مکافاتی که خداوند برای بندگان صابرش وعده کرده است، این هم باشد وعده کرده است که بنده های صبر کنندش خداوند دوست می‌دارد. دوست داشتن خداوند از این بهتر نعمت نیست. مکافات اولین شخص ها، چون خداوند میگوید که والله یحب الصابرین، الله بندگان صابر را دوست می‌دارد. در گفتیم اگر صبرش طبق همون اصطلاح صبر، یعنی عقلش و شرع تقاضا میکرده که قانون برای آیه کرده اگر صبر کند. خب دومین مکافاتی که برای شخص‌های صابر خداوند در قرآن وعده کرده است، یعنی یاردم دهنده ویها هست. ان الله مع الصابرین. خداوند میگوید که این مع، وقتی که ما با معناهای حرف‌ها و جمله‌های عربی میگذاریم، از بعضی جمله‌ها چندین معنا در اینجا ان الله مع الصابرین، مع را میگن علماء المعونه، یعنی خداوند در اینجا میگوید که من بندگان صابر همراهشان هستم و ها در یاردم من هستند. یعنی بندگان صابر خداوند اولین مکافات دوست داشتن بوده است، دوم ویها را چا کردن، هم مدد کردن بوده است. سومین مکافاتی که خداوند برای بندگان صابرش وعده کرده است، این هم عملهای میکردگی ویها گرچند که کمبودی هم داشته باشند، کم هم که باشند، یوفی الصابرین اجورهم بغیر حساب. خداوند مکافات شخصان صابر و صبر کننده را پره میداد است از سبب صبرش، گرچند که در عملش کم بودی هم که باشد، کم هم که باشد، اما ان همون صبرش بنا عبادت و عنابت گرفته خداوند اجر و پاداش ویها را میداد است. چهارم بشارتی که خداوند برای بندگان صابرش واسه این بشر ربانیه، یعنی خداوند در قرآن بعضی سخنها را و بشر، یعنی بشارت، خبری خوش. در همین آیت هم خداوند میگه در سوره بقره که و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خداوند در همین آیت کریمه در سوره بقره در آیت 155 میگه که ای محمد بشارت اون بندگانی که طبق اصطلاح صبر که گفتیم عمل میکنند و صبر میکنند و وای کن که وقتی که مصیبت برای وها میشه ویها را تو بشارت، خبر خوش ده. مادامی که خبری که از طرف الله شد خبری خوش، یعنی ویها را به همه برزاگی من خبر ده، ویها را به جنتی من خبر ده، ویها را از عذاب من نجات دادناشون خبر ده. گفته خداوند بشارت میده. و این چنین در آیت همین آیت 155 در آیت 156 سوره بقره خداوند برای بندگانش صلوات میفرستد، بندگان صابرش صلوات میفرستد، یعنی رحمت خاص از طرف الله برای بندگان صابر. خداوند چی میگوید؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خداوند در یک آیت کریمه پی در پی سه تا مکافات بندگان صابرش بیان میکند. این هم باشد در سوره بقره در آیت 166 چی میگه؟ 156 پروردگار چی میگه؟ ای محمد بشارت بندگان من وقتی که در هوای هم مصیبت میشود و از الله میدانند و خودکشی نمیکنند و از یک کس دانسته یک کس رفته ناحق قتل نمیکنند، یعنی به یک کار عاجلانه دست نمیزنند و صبر میکنند، میگویند که این از طرف الله هست، الله این مصیبت به من داده است، امروز در پیشانی من نوشته شده است، از تقدیر هست گفته ریزاگی میکنند. پروردگار چی میگه؟ اولئک علیهم صلوات، یکم از طرف من برای ویها تو میگوید خداوند پیغمبر میگوید خداوند پیغمبر میگوید که اولئک علیهم صلوات من ربهم، از طرف من میگوید ای محمد به ویها صلوات فرستون. صلوات از طرف خداوند که شد میگویند این بخشایش، وعده بخشایش گناه است، گناههای ها را من میبخشم خداوند از صبر کردگیشان. و این چنین آنها از طرف من برای ویها رحمت
وعده کرده هستند که من به حال رحمت چی گفتن گپ یعنی عکس عذاب از عذاب نجات دادن و این چنین بویها مکافات سیوم همین در همین آیت که آنها مهتدی هستند آنها راه درست اختیار کردگی هستند از این معلوم میشه که طبق همین آیت های کریمه خداوند در قرآن عظیم شان برای بندگان صابرش بهترین مکافات ها را وعده کرده است که از این مکافات های قیمت نیست است از همین لحاظ هم در یکی از سوره های کوتاه‌ترین قرآن این سوره والعصر است در همون سوره والعصر یکی از آیات هاش وصیت کردن یا که دعوت کردن یا که نصیحت کردن یکدیگر به صبر است حضرت امام شافعی رحمت الله علیه یکی از امامهای اهل سنت میگویند که اگر 114 سوره قرآن نازل نمیشد ان همین کوتاه‌ترین سوره قرآن که سوره والعصر همین نازل میشد برای اهل انسان نیکبختش همین کفایت میکرد یعنی از این گفته امام شافعی رحمت الله علیه و از آیات هایی که در پالا ذکر کردیم آمده است که کسانی که صبر میکنن در همه حالت ها سراسیمگی نمیکنن صبر میکنن و اینها را الله دوست می‌داشت است و اینها را الله یاردم میکرده است برای اینها بشارت از طرف خداوند نجات از طرف خداوند نجات از عذاب الله و این چنین و اینها راه درست یافتگی بندگان حساب میشدند طبق همین سخن امام شافعی رحمت الله علیه چرا امام شافعی میگن این سوره را اینقدر تفسیر کردند چون که در این آیت در برابر قسم خوردنش الله بعد از قسم خوردنش که سرشوی آیت والعصر گفته قسم خورده است و بعد از قسم خوردن پروردگار این چیزها را ذکر کرده است دیگر آیات های قرآن هم که نازل نمیشدن همین برای سعادت انسانیت کفایت میکرد میگن والعصر ان الانسان الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یعنی یکی از انسان ها از گمراهی از کثافت از خسارت از زیان نگاه می‌دارد این صبر است از برای خاطر همین هم الله در این آیت تعلیم می‌دهد که هم دیگراتون به صبر دعوت کنید. بله تشکر استاد و تاریخ ما صحبت آغاز کردیم از قصه حضرت ایوب و حضرت یعقوب و روزگار حضرت یونس ذنون چنانکه شما ذکر کردید و البته در تاریخ تمام پیامبران با عذاب سنجیده شده‌اند یعنی اونها البته در زندگیشان بسیار عذاب کشیدند ریاضت دیدند حتی اگر به زندگی نامه پیامبری اکرم اگر نظر اندازیم پدرشان را ندیدند و در خردسالی از مادر محروم شدند در تربیت بابای عمک‌ها موندن و اینقدر ریاضت‌های زیاد و حتی وقتی فرزنداشون وفات میکند در همون حالت‌ها نیز در مورد یعنی زندگی نامه پیامبر برای امتان یک الگو که مثلا واقعا هم اون کس در همین مشکلات زندگی صبر کردن و این رفتارشون برای آیندگان برای امتان یک درس بسیار خوبی شناخت صبر بود همینطور است. بله حقیقتا خداوند ما به تاریخ همه جمعی پیغمبرها نگاه میکنیم از حضرت نوح علیه السلام که در بعضی روایت ها حضرت آدم علیه السلام و تا آخران پیغمبر خدا علیه السلام همین پیغمبرها از سر ریاضت مشقت عذاب کشیدگی هستند الله قادر است که اینها را به یگون اذیت به یگون صبر به یگون اذیت به یگون بلا اینها را چاکند یعنی همچون نگاه دارد اما حکمت الهی که تا امتان اینها بندگان الله امتان پیغمبران که یعنی به پیغمبرهاشون محبتاشون زیاد شود و وحدانیت و قدرت و توانایی الله ایمانشون زیاد شود گفته حکمت اولینی با مصیبت ها و قینی ها دچار کردن یعنی پیغمبرها این یعنی زیاد شدن بندگان
در کدام عصری که باشن پیروی کدام پیغمبری که باشن زیاد شویشون ایمانشون به الله است. الله قادر است بنده را از مابین بندگانش اختیار کرد، پیغمبر کرد. در برابر این با بندگانش با مصیبت ها میبید. الله قادر هست که در یک لحظه شخصان مصیبت آزار میداده که ظالما را نیست کند. لیکن الله سبحانه و تعالی برای اختبار، امتحان برای بندگانش از هر خیلی اختبار امتحان گذرانیدن پیغمبراشون هم مبتلای یعنی عذاب میکنند. در همین باره چرا این کار میکنند؟ میگن بعضی علما، امام های رای میگن که یکی از فکرهای علماهای رای، یعنی رای چی گفتن که بعضی علما هستن که آیت نیست، حدیث نیست، لیکن همچون فکر خودها را در بعضی شرح بعضی آیات و حدیث ها زیاده میکنن و هم میگن که حکمتش همین است که حکمت وای کردن انسانه که یکمش همین که این سنت الهی است. سنت الهی که الله سبحانه و تعالی خودش بندگانش پیغمبراش به این چیزها مبتلا میکند که تا که پیغمبرها وقتی سنتی که الهی شد و اینها در پیش الله سبحانه و تعالی همچون مخلوق هستند و اینها را به درجه ربوبیت، به درجه خداوندی در حدود خداوند تجاوز نکردنشان و اینها را خداوند اختبار و ابتلا میکند که امتاشون درس گیرند. مثلا شرح میدن میگن که چرا این؟ میگن مثلا اگر میگن وای پیغمبر است، بعضی پیغمبرها رو بعضی امتها از سبب نادانی به حدود الهیت می‌دارند، صفت الوهیت میتیان که اینها اله هستند. مادامی که میگن اگر اینا اله صفت الوهیت باشند چرا الله اینها رو به این امتحان ها و مشقت ها مبتلا کرد؟ اگر اینها صفت الوهیت می‌داشتند از این کار خودداری میکردن. یک حکمتش همین. دومش حکمتش همین که عبرت شدن برای خاطر یعنی دیگران. سومش همین که پیغمبر هم که باشن البته ویها رو خداوند گناهاشون رو بخشیده است، حس شیطانی رو از دل ویها پاک کرده است، تازه کرده است، لیکن در برابر بسیار هم ویها صبر و اجر و مصیبت کشیدن با مرتبه هاشون بالا می شود. دلیل از کجا؟ حدیثی که امام مسلم روایت میکنن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که ما یصیب المسلم من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله به من خطاياه. ببینید که پیغمبر خدا در این حدیث میگن ما یصیب المسلم، کدام مسلمانی که باشد، البته پیش از همه این پیغمبرها چی بودن؟ مسلمان هستند. پیغمبر خدا میگن کدام مسلمانی که پیغمبر هستم، امتی پیغمبر هستم، مسلمان هستم، در سری و یک مشقت میبیاد. مشقتی که به حضرت یعقوب آمد، به حضرت یوسف آمد، به حضرت ایوب آمد، به حضرت ذوالنون آمد، به حضرت موسی آمد، به همین پیغمبرها مشقتی که آمد، یا که به امتهای ویها یا که به صحابگان پیغمبر آمد. پیغمبر چی میگه؟ ما یصیب المسلم من نسب ولا، هر یک مشقت، هر یک غم، هر یک تندستی، هر یک عقوبت به سر همه مسلمان، حتی میگویند پیغمبر خدا یک خاری که در دستاشون میزند در عوض همین چیزها ویها صبر کنند الا کفر الله بها من خطایا، جمیع خطاییاشون ویهاشون نصف میشود. برای خاطر اثبات این چیز گفته با خوب فهمیدن بینندگان عزیز احوال روز قیامت ما یک کوتاه یک واقعش بیان میکنیم. وقتی که در محشرگاه اولین و آخرین زنده میشوند، حرارت گرم، آفتاب و بسیار مشقت، همه سکوت، یگان کس یگان چیز گفته نمیده که همدیگر میشناسند. حضرت آدم میشناسند، بعد همین پیغمبرها رو میشناسند، بعد جمع شده میگویند که بیاید ما رویم نزد همین پیغمبرها رویم و گوییم که از خداوند پرسند شاید که تیز همین محشرگاه از همینجا نجات یابیم. پیش از همه نزد حضرت آدم علیه السلام میرن که ای آدم، خداوند تو رو از روح خودش با دست خود آفرید، خلق کرد، تو از الله سبحانه و تعالی پرس که از این میدان رسول برای حضرت آدم چی میگویند؟ میگویند که من در نزد الله خطاگی دارم، خطاگی من
وقتی که من امر کرد که از همون درخت جنت نخور، من از همون من شر میدارم. و این چنین تا جناب رسول الله اومده که همشون خطاگی خود میگویند. اکنون حدیث پیغمبر چی است؟ پیغمبر خدا میگه که از سبب ان همون مصیبت دادن پیغمبرها هم شاید که خطاگیایی که کردن همون خطاگیاشون عفو شود نسبت ان همین حدیث پیغمبر. از برای خاطر همینم در برابر گفتگوهای قبلی که یعنی ایمان زیاد شدن پیروانشان به الله و این چون حقیقتا الله سبحانه و تعالی حدود خود دارد، پیغمبرها حدود خود دارد، پیغمبرها را حدود الهی به نظر آوردن. سیوم حکمت بسری پیغمبرها آمدن مصیبت اون خطاگی‌هایی که کردن الله ویها را بخشیدگی هست، اما برای خاطر بلند شدن مرتبه هاشون خداوند این مصیبت ها را بسری پیغمبرهاش هم یعنی ابتلا کرده است. بله، تشکر استاد. و برمیگردیم به همین مفهومی موضوع امروزه که سخن درباره کلمه صبر می رود و این صبر بیشتر به انسان خاص است، یا خصلت انسان است، خصلت خوبی انسان است. و گفتیم که کسی صبر کرد البته میوه شیرین می چشد. و بی صبر کیست؟ بی صبر رو چی انتظار است؟ ما در زندگی هر روزه می بینیم. برای مثال همین جداشوی امروزی عائله های جوان، وقتی که به حجت های جداشوی اون عقد نکاح ها نظر می اندازید و پرسان می شوید که برای چی جدا شدید، میگن خصلت هایمان به همدیگر موافق نآمد. بیشتر همین حال است. خب دیگر چیزی معلوم نیست که کدام خصلت پسند نآمد. پس وقتی نفران زندگی دیده، تجربه دیده به این مسئله رجوع میکنن، میگن که آنها صبر نکردن. استاد شما چی نظر دارید؟ حقیقتا در کوتاه حقیق در حدیث پیغمبر میبینیم که الصبر من الرحمن و العجله من الشیطان، یعنی صبر کردن این فرمان الله است، بی صبر کردن این راهنمایی شیطان است. وقتی که شیطان خداوند در قرآن دشمن انسان گفت، وقتی که شما دشمنتون راهنمایی عاقبتش هلاکت است. از برای خاطر همین بی صبری هم در این دنیا هم در آخرت عذابی وزین دارد. در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابه نزد پیغمبر اومده توصیفش کردن، تعریفش کرده، گفتن که این خیلی هم گفتن انسان خوب است، صحابی بزرگ است. پیغمبر خدا گفتن که فهو فی النار، اهل دوزخ است. در همین برابر که از صحابگان که شنین شد، شاید که عبدالله ابن عمر بود رضی الله عنه، گفتن که من همین صحابه رو تا آخر عمرش نگاه کردم که چرا پیغمبر خدا به این وعید سخت سخنی بسیار وزنی گفتن. حقیقتا گفتن رفتیم در یک جنگ زخمی شد، صبر نکرده، از سبب زخمی کشیدگیش بی صبری کرده، رگ دست خود رو برید، خود رو هلاک کرد. پیغمبر خدا این رو پیش که خداوند رو فهمون آگاه کرد. این کس از این معلوم شد است که شخص های بی صبر خسران دنیا و الاخره، هم در آخرت زیانکار هستند از برای خود، هم در این دنیا. از اون جمله اون جوانانی که حاضر مثلا بسیارش از اداره شورای علمای دینی بلند میبینند، خصوصا به همین مسئله میبینند که اکثریتشون از سبب نفهمیدن معنای صبر، شاید که برنامه‌ای که امروز در این تلویزیون بیان کردیم همون جوانان ما را که مکافات صابرها چی بوده است در این دنیا، در آخرت مکافات بی صبری چی بوده است، ان شاء الله این چیز میفهمند، درک میکنن. این هم ان شاء الله برای خاطر اصلاح جامعه است این برنامه امروزی ما را ان شاء الله از برای خاطر همین بیشتر هوای اومده مراجعه میکنن که همین خیلی شد بسیار عقوبت ها دچار میشن، میبینن یک چیز است، یعنی بی صبری. وقتی که شیطان وسوسه میکنه و همین سخنی بعد از دهان میبرن، ناصبری میکنن، بعد میبینید در مابین فتنه، نزاع، شیطان میدراید، کار وزمی میشه. از برای خاطر همین هم البته امروز ما این فرصت استفاده برده جوانان، خصوصا بینندگان عزیز جوانان، یعنی دعوت میکنیم که صبور باشن، چون که پیغمبر خدا میگه که از صبر مفتاح الفرح، صبر کلید خرسندی است. در حدیث دیگر از صبر مفتاح الفرج، صبر کلید آسانی است. بله، گاهو وقتی همین عیناً همین مضمون حدیث رو میبینیم در زندگی، وقتی صبر میکنن و شادی می آید
صبر آنها پاداش میبینند، در حاصل صبرشان خرسند میشن، میگن که خیرت صبر کرده بودن. خب این طبیعت انسانی است که انسان دویم در گویم تغییری است. استاد من یک نکته رو در مناسبت های هر روزه مشاهده میکنیم. وقتی به همین برنامه آمادگی میدیدم جای خوندم و با همین موضوع ارتباط داره، در مورد صبر کردن در مناسبت های مالی. یعنی من سخن درباره قرض دهنده و قرض گیرنده. گاه می شود که در زندگی امروز کسی از کسی قرض میگیرد، یعنی از بانک نمیگیرد، از یک نفری گویم واقعی میگیرد و البته وعده میدهد در فلان تاریخ من حتما اون قرض رو برای تو برمیگردانم، اما نمیتواند. اتفاق چون می شود که امکانات پیدا نمی کند، امکاناتی مالی پیدا نمی کند که همون مبلغ گرفتگیش رو برگرداند و مثلا قرض دهنده بدلی قرض گیرنده می آید. و جای خواندم که حضرت پیامبر گفتند که صبر قرض داده در مسئله قرض گرفته، یعنی صبر قرض داده نسبت قرض گرفته اجر و ثوابی بسیار بزرگ دارد که خداوند در 70 بلا و مصیبت رو برای او و فرزندانش میبندد. من میخواستم همین نکته رو شرح میدادم. تصدیق همین حدیث پیغمبر آیت کریمه است. خداوند درباره آداب قرض و قرضدهی و برگردانیدن قرض، خداوند در قرآن عظیم شأن میگوید که فنظیرة الی میسرة. ای مومن ها، شما اگر مومن های حقیقی باشید، الله را دوست می‌دارید، پیغمبر خدا را دوست می‌دارید، وقتی که یک کس قرض داده تو همون قرض گردانیده نتوانست، برای ویها مهلت دهید، از آن تندرستی برایند. فنظیرة الی میسرة. میسره چی گفته نگم؟ تا وقتی آسان شدن و بازگردانیدن قرض برای ویها مهلت دهید. مادامی که الله سبحانه و تعالی در آیت کریمه این چیز ذکر میکند، البته حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در عوض هر کار نیک الله سبحانه و تعالی چند ثواب کتابان میکند و چندین بلاها را از همون انسان ها خداوند باز میدارد. بله، تشکر. راستی چون در مناسبت های هر روزی میبینیم که هر یک مشکلی که میآید به انسان نظر میکنید اونه که صبر کرد، حتی در مورد گویم رفتن عزیزی. ما امروزه معلوم است که معرکه های ازا روزهای اول البته به اشتراک خادمان دین نمیگذرد، چون همیشگی خادمان دین نفران فعال جامعه در این معرکه ها اشتراک میکنند. چند سخن از امر معروف نهی منکر تاکید میکنند که واقعا در مورد صبر کردن حتما سخن میکنند و گاه شکرانه که سالهای آخر این آهسته آهسته کم شده است، اما گاه به چشم میخورد که مثلا زبان شکوه، مثلا میگن که جایتون مردن ما مرام بهتر نبود، یا مثلا امین گویم زبان اعتراض که مثلا در این مورد البته ما هم خوب میدونیم که مثلا اعتراض خوب نیست، اما تأکید دیگر باره فکر میکنم به منفیت کار خواهد بود. حقیقتا پیغمبر خدا میگه که بهترین صبر کدام است؟ افضل الصبر عند صدمة الاولی. ما قبلا ثواب و پاداش شخص های صابر بیان کردیم، لیکن بهترینش کدام است؟ بهترینش همون که در وقت همون مصیبتی وزنین شدن زبان خود می‌دارد. عبدالله ابن مبارک در همین باره یک سخن بسیار بزرگی دارد. میگن که من حیران هستم به حال بعضی کس‌ها که یک مصیبت را دو مصیبت می‌کنند. در از سخن این کس همه حیران شدند، گفتند که یک مصیبت چطور دو مصیبت می‌شود؟ گفتند بر سر کسانی که یک مصیبت می‌شود، یکی از دوستگان ویها، یکی از نفران ویها از دنیا می‌گذرد، ویها چطوری که بیان کردید شما سخن‌های هر خیله میگویند، شکوه میگویند، یعنی ثواب مصیبت کو شد، اکنون اجر و پاداش مصیبت از دست میدن، این مصیبت دوم است. مصیبت شد، اکنون به سبب سخن‌های ناجایه اشک و شکوه ویها چی میکنند؟ یعنی ثواب مصیبت از دست میدن، این هم مصیبت است. اصلا گریه جایز است، اما آواز بلند کردن جایز نیست. در این باره حتما درباره همین موضوع ها شریعت اسلام معلمی به شریعت جناب رسول الله همین آداب این تعزیه داره بیان میکنند. البته خودشون وقتی که فرزندشون از دنیا گذشت
آب از چشمانشان آمد. حضرت ابوبکر گفتن که انت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا. گفتن که من دلم از گذشتن این محزون شد. آب دیده گفتن جایز است، اما النائحة و من یحول لها یعذبان یوم القیامه، یا که المیت یعذب ببکای اهله. من گفتن گریه آوازدار گفتگی هستم که از سبب وی عذاب میکشد. لیکن در همین به موارد است که البته وقتا به آخر رسیده باشه پیغمبر خدا بهشون بیان میکنیم. پیغمبر خدا میگن که وقتی خداوند جل شانه برای خاطر بعضی بندگانش مصیبتی وزنی میدهد، سوری گفتید مصیبتی وزنی میدهد، وقتی که ملائکه که قبض میکرده است همون مصیبتی وزنی نه نزد الله میبرند است. الله با یک سوال خیلی هم عجیب میگه که اقبست ولد عبدی، شما فلان بنده ما جانش گرفتید؟ میگن نعم بله گرفتیم. با سوال میاد که اقبست ثمرت فؤاده، شما همون جگربند بنده ما جانش گرفتید؟ بعد مصیبتی وزنی ده. بعد میگفتن که ملائکه پروردگار خودت فرمان داده گرفتیم. بعد پروردگار میگه ماذا قال عبدی، در عوض همه خیلی مصیبتی وزنین بندم چی گفت؟ بعد اگر همون بنده که چطوری که بیان کردیم اگر انا لله و انا شکر چی چاره است گفته صبر کرده که باشد، اگر همین ملائکه ها گواهی داده گویند که بنده صبر کرد شکر کرد، اکنون مکافات خداوند ببینید. خداوند چی میگفت است؟ ابن للعبد بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد. از برای خاطر ان همون بنده که در چنین مصیبت شکوه نکرد، وای داد چرا من زنده، چرا وای نمرد این زنده، این نمرد وای زنده، گفت سخنها رو نگفت، از همین چیزها که خودداری کرده و الله تسلیم شد، مکافاتش از برای همون بندم در جنت یک قصر بنا کنید و نام همون قصر را قصر شکر و صبر نامگذاری کنید. از برای خاطر این کسانی که در همچنین مصیبت ها البته خودداری میکنن مکافاتشون یک پاداشی بزرگ است. بله تشکر زیاد استاد عزیز برای شرح این موضوع به شما سپاسگزار هستیم و فکر میکنم اطراف این موضوع باز ساعت‌های زیاد گفتم ممکن، اما پهلوهای دیگری مسئله هست که حتما در برنامه‌های دیگر ما البته صحبت میکنیم. اینجا فرصتی برنامه چراغ هدایت به پایان میرسد. بینندگان ارجمند تا برنامه نوبتی خانه آباد و کامیاب باشید.